سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بابا سوز نازه سلامتتون خوبه انشالله که بفرمایید برادر. با غریبی ده خواستیم که یک دعای خیر در کسب کار میکنه و بعد یک دو سوال داشتم تونا. بابا همین یک مسئله ده ما همین خواستم شما سوال کنیم. همین ما اویلادور شده بودیم، پس اون جدا شدیم، نفهموی مقصد مادرشون زندگیمون رو ویران کردن، خلاصی گپ آمدن همه چی بردن و ما میخواستیم که همین چیزا فهمیم که مثال بعد یک سال پس 6 ماه پس همین دختر آمد، همین مقصد مادرش آمد بخشیش پرسیدن و از همه جای بزبش همین بود که آمدن پشیمون شدن ما اویلادور و یا مثال شوهر کردن، لیکن بعضا همه همین دیده و دانستش اوچش سال جوابش گرفت، ایدهش برومد ما برده از برای خدا با خاطری که اویله اول بود برده نکاح کردم شه، لیکن مادرش دیده و دانسته در مدت بعد 10 روز رمضان همه کارا مقصد گرفتن، در همه شوهر دیموش فوتیه کردن، نکاح کرده دودن شه، نکاح کرده دودن. یک روز همونجا شتگی همون مردک میبیو شب و شب جنگ رازبور که وای میگه زنی ما میگم زنی ما، همه خدا خلاصه هم از ما موند هم از همون مردک موند. همه حالات در چی میشود حاجی بابا؟ ما میخواستم همین سوال دل ما که همه حالات در چی میشده که همین مثال کی بینواد میشه؟ مادر همین انسان بینواد میشه که دیده و دانسته مقصد دو آدم در یک نکاح پیشنهاد میکنه یا که انا با گفت خودش که نمیفهمه، لیکن در اصل همه چی شما نمیدونید، همه چی فکر چی بود که همین مسلمانی نکاح کرده بود و اسلامی مولا همش طرفه همه جهته همین کار بوده، لیکن وقتی که کار گذشت بعد معلوم شد که در همین 10 روز مادر وی در نکاح ما در بالای نکاح ما بود نکاح کرده در همو شوهر دیمش داده. برادر از گپاتون عمیق فهمیدیم که گویا شما از زن گرفتید که یه بار شوهر کردگی بود، هم خیل؟ نه مقصد نگاه کج بود، همه اویلا خودم بود، وقتی اولش مقصد زن خودم بود، ما یک سال زندگی کرد، بعد از این اویلا ما رو جین زد و ما خیلی ملاخونی کردیم و نشد و مادرش اومد گریف بردک شه، گفت که دختری من آورده کسلی کرده و شما کرده و فلان و بسمدان و ما روزی که نمی رفتیم می اومدیم یا وینش زدگی یا خودش یکم بوغی کردگی، همین کارا بودک. اومد زندگیشم زندگی منو ویران کرد، پالیسی گرفت برد، کوچ پوچه برد. من زنگ گرفتم 6 ماه بعد من زنگ گرفتم وای شوهر کرد. طلاق داده بودید شما؟ لبای شما طلاق داده بودید؟ وقتی که ما در همین بابی طلاق هم برای موضوع ما همین در خودم نیت کرده بودیم که ما میرم مثال یک طلاق یا 2 طلاق میکنم برای که هوش در سرش زنه با میگیرم. انه که وقتی که ما رفتیم مقصد پدر من را نحرمتی کردن، مادر من را نحرمتی کردن، تا تو مادر ما زدن. بعد در اون حالت ما خودم اداره کردن نتونستم، ناموس دینی دا گفتم 300,000 طلاق کردم که وقتی که من کلمه گفتم بعد در سامان ها در اومدم و دیگه موضوع گفتم بابی طلاق بهد بابی کلام بده، ما دیگه نتونستم که کدام طرف شقفم، آیا همین 3 طلاق شده یا که 1 طلاق. بعد 6 ماه بعد من اویلادور شدم وای شوهر کرد، لیکن در همین مدت بعد همین 2 ماه 3 ماه زندگی کردم قطعی اویلای دیمم آمد پشیمون شد، غلطی زوره کرد، لیکن در نکاح بود. وقتی ما گفتم در نکاحی کی بود؟ در نکاح شوی دیومش ما زنگ گرفتم وای شوهر کرد. در نکاحی اون مردک بود؟ بله. پیش بعد ما شما آمد گرفتید؟ نه ما نگرفتم، ما تو در نکاح دیگه آدمی الحمدلله هممون مسلمان هستیم، مقصد میدونیم چیه. گو ما جواب ما میگیرم، جوابش گرفت 1 ماه
20 روز من ایدهش نگاه کردم. لیکن 2 ماه و 10 روزه. 1 ماه و 20 روز من ایده نگاه کردم. برده نکاح کردم. مسلمانی نکاح کردم. مادرش میدونست. لیکن بعد عید رمضان امی دخترک 10 روز گم میشوه. چند باری که من میرم مقصد همون مادرش گریه میکنه که خونه بابام ده انا در این جای و در او جای نیست. خیلی بهانه میکرد، گریه میکرد. من باور میکردم که خیلی مقصد شاید این مادر حقیقتا نگفته که میگفت که پدر اومد بود که خونه خودش سوسو. لیکن در همین حالت من باور نمیکردم. بعد اومد یافتم شد 10 روز مقصد گم بود یافتم شد. لیکن بعد از همین حضرت جون همین مومنتی شد که اون مردک زد رو من در اون خونه بودم. وای میگه زنی ما، من میگم زنی ما. تو تو جنگو شدیم، تو زن سے طلاق قسم دوی تیو شدک. من همین حالت نمیدونم چیکار کنم. برادر اصلا وقتی که بار اول 300,000 طلاق کرده باشید تمام دیگر با برزم این در نکاح شما رفته شوهر پیشینش که یعنی زنا کرده است، زنا هست البته، تمام وای طلاق شدید. چون که شما یعنی اینجا دو سببی کلان است که شما باید وای طلاق شدید. بعضی علما میگن کدام آدم اگر زنش زنا کند واجب است که طلاق شدید. بنابراین طلاق شدید و سرتون در نکنید دیگر. تمام. اون یک بار دیگه 300,000 طلاقی داده که تو خیلی گناه کلام گرفتید خودش. 3 تاش کدی طلاق شد 299,000 و چند با 997 تاش کدی خودتون به غضب الله تعالی آوردید. این دین بازی نیست، دین مسخره نیست برادر عزیز. این کلمه طلاق برای این خیر روزان یک طلاق بس است. 300,000 چی در طلاق داده؟ مقصد نگاه کنه حضرت، وقتی که همه انسان در پدر و مادرش عزیزگی همین خواسته حضرت درست آخر وای پدر و مادرتون اذیت دهدم شما باید از حدود شریعت نبرایید. تلک حدود الله فلا تقربوها. الله تعالی میگه که این حدود الله هست، به حدودهای الله تعالی نزدیکی نکنید. در شریعت اسلام 4 تا طلاق دادن هم نیست، حتی 3 طلاق دادن هم حرام است. 1 طلاق دادن کار است. 1 اگر جدا شدنی باشه همینم. اینو ببینید با طلاق دادید با گرفتید. برای همین دیگر به اون طرف نگاه نکنه برادر. و همه اولا میخواستم که من مثال دلش زندگی کنم. نه نمیشه دیگر. اگر همین خیلی که نقل کردید همین گپتون راست باشد دیگر زندگی نکنید که از پی دیگر عائله شوید. نادرست استفاده کردید، نادرست معامله کردید در وقتش. اکنون توکل به الله تعالی. یتفرقا یغنی الله کلا من سعته. اگر جدا شما الله تعالی همه آنها را از وسیعگی فضل خودش به حاجت میکنه. توکل به الله. دیگه دختر گیرید، دیگه زن گیرید کن. نه اویلادور هست موزی ما تمام همه اویلتون محکم کپیده کن. الله برکتون چه خیر. سلامت باشید کن. یک دو در غریبا و یک دو در عبدالصمد. الله کلی غریبان مسلمان ها را در حفظ و حمایش نگاه دارد و مشکلای شما یا مشکلای جمله مسلمان های الله تعالی آسان گرداند. آمین. آمین یا رب العالمین. بعد برادر از یک چیه مسئله گفته گذاشتن یک ماه و 20 روز می 10 روز نشستیم ایدهش میگه. ایده خیلی ایده 3 حیض است برادرها. 3 مراتبه تا ماهانه شده پاک شدنشو منتظر میشه با شوهر میکند. این بازی نیست که امروز از شوهر برود پگاه با شوهر کند با بیاد شوهر اولش نعوذ بالله.